این صورت ها را شما نگاه کنید. این ما از درون قبرستان یافتیم، روی کردیم. صورت برادر ضیاءالدین نورزاد بوده. در این صورت اهل عائله شای کدام السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. درباره این سحری که شما میبینید چند گفتنی داریم. اولا این که هیچ سحر به ذات خودش، به عین خودش ضرر رسانده نمیتواند. یعنی اگر الله نوشته نباشد که همین سحر به انسان تأثیر میرساند، هیچ تأثیری رساندن نمیتواند. اگر نوشته باشد که این سحر تأثیر میرساند، در اون صورت میتواند این سحر شما را تأثیر رساند. این نمود سحر را که در لختک ها یا که در شکل آدمچه میکنند و سوزن و سوزنک در این میخلونند، این نوع سحر را سحر سیاه میگویند. وقتی که انسان به این سحر گرفتار میشود، دست و پایش درد میکند، سرش درد میکند، یا که عضوی بدنش، دیگر عضوهای بدنش درد میکند. و طریقه علاج این چند کاری هست که انشاءالله اینجا میگویم. و این سحر را در رشته، در یگان پشم، یا که در خون، یا که در همون سوزن و سوزنک، در هر چیز کرده در این لختک ها یعنی میخلونند، یا که میبندند، یا که میپیچونند. علاجش به این طرز است: اول هر صبح وقتی که از خواب میخیزد 7 دانه خرمای عجوه میخورد، باید بخورد. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هر انسانی که وقتی که صبح از خواب بیدار شد 7 دانه از خرمای عجوه که این خرما در مدینه منوره می شود، از این 7 دانه بخورد، برای اون انسان اون روز یگان زهر و یگان سحر تأثیر نمی رساند. دوم، از برگ درخت سیدر 7 تا برگ گرفته در آب جوشانده و رقیه شرعی را در آن خوانده 7 روز باید آب بازی کند. سیوم، 7 روز رقیه شرعی را باید بخواند. روز اول رقیه شرعی را پره میخواند 1 بار. روز دوم آیت الکرسی را اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم تا آخر خوانده 313 بار این را میخواند. این در روز دوم. روز سیوم باشد سوره یاسین را 41 بار میخواند. روز چهارم سوره عبسه را 41 بار میخواند. روز پنجم و روز ششم و روز هفتم باشد رقیه شرعی را 1 باری خواندن. بعد از این وقتی که رقیه شرعی را که خواند، در روغن زیتون هم میخواند و روغن زیتون را بگاه اول غسل میکند و همون روغنی که در آن رقیه شرعی خوانده شده است در بدن خود میمالد. و وقتی که این سحرها را پیدا کرد، مثل که در اینجا میبینیم، همون هر سوزنی که هست، هر سوزنه که هست، هر رشته و هر پشم و هر چیزی که در اون هست کشاده کرده. بهتر است که آیت سوره قل اعوذ برب الفلق تا آخر و سوره قل اعوذ برب الناس تا آخر همین را خوانده صف کند و آنها را باز در آب میپرتاید یا که شکسته در یگان جا میپرتاید. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.